سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و در صحت و سلامت. این قسمت اول از پادکستیه که نسخه تصویری داره به اسم روزخوان، که توی این اوضاع احوال، توی این شرایطی که پر از خبرهای بده، پر از خبرهای ناامید کننده است، پر از خشمه، پر از اتفاقهای عجیبیه که درونمون میفته، تصمیم گرفتم که بخشی از مطالبی که میخونم رو و فکر میکنم جالب هست رو براتون به صورت 2 بار یا 3 بار در هفته آماده بکنم. تلاشم اینه که واقعا بشه روزانه، اما فعلا در این زمانی که دارم فکر میکنم بتونم در هفته 2 یا 3 قسمت رو آماده بکنم. خلاصه ای از 2، 3 یا 4 مطلبیه که من در هفته میخونم یا میشنوم یا میبینم و اونها رو براتون تعریف میکنم و اگر دوست داشتید بتونید برید کاملشون رو بخونید و ببینید و بشنوید. در واقع ممکنه بین این همه اخبار مطالبی رو از دست بدیم، اونها رو دنبال نکنیم، ولی دونستنشون بتونه پنجره کوچیکی باشه برای آگاه تر شدن و بیشتر دونستن. توی قسمت اول و این قسمتی که در واقع دارید میبینید 3 تا مطلب جذاب رو براتون خلاصه کردم، هر کدوم از زاویه متفاوت به مسائل مهم روزمره زندگی ما نگاه میکنه. اولیش یه مقاله فلسفیه که داریم میپرسه که چرا ما اینقدر به کار کردن اهمیت میدیم و آیا بیکار بودن واقعا بده. بعد میریم سراغ یه بحث داغ درباره هوش مصنوعی تو پزشکی و اینکه چه کسی باید بگه که دکترها رو میشه با ربات‌ها جایگزین کرد یا نه، آیا اصلا جایگزین پذیرن دکترها. و در نهایت یه داستان قدرتمند از یک زن افغانستانی رو میشنویم که سالها برای حق کار کردنش جنگیده. برم سراغ بخش اول در اهمیت بتالت و عاطل و باطل بودن، اون رو براتون تعریف بکنم. اولی مطلبی که امروز داریم ترجمه ای از نوشته تام لاتس که توسط امیررضا کیانی ترجمه شده، روی سایت اطراف منتشر شده و یه مقاله با یه سوال جالب میپرسه که چرا ما همیشه بتالت و بیکار بودن رو یه چیز بد میدونیم. نویسنده میگه که توی فرهنگ ما بتالت معمولاً موضوع کمدی ها و شوخی هاست. یادتونه، شاید خیلیاتون دیده باشید، یه فیلمی هست به نام فیلم لبوفسکی بزرگ و توی اون فیلم شخصیت هایی که بیکارن و فقط بولینگ بازی میکنن وجود دارن. یا فیلم هایی مثل فضای اداری، آفیس، که آدم های خسته از کار رو نشون میده. اونها همش نمونه های از کمدی هایی هن که توی دهه 90 میلادی بودن که وقتی جهان داشت از کار صنعتی به خدماتی تبدیل میشد بسیار محبوب بودن. حالا اینجا نیچه وارد بحث میشه. نیچه فیلسوف معروف آلمانی یه حرف خیلی تند میزنه. اون میگه کار روزمره خیلی از ما مثل کار یه بانکدار یا یه استاد دانشگاه در واقع یه نوع بتالته. چرا اینو حرفو میزنه؟ میگه که چون همش تکراریه، مکانیکیه و این بی‌معنیه، مثل یه سنگی که از کوه پایین میغلطه بدون هیچ هدفی. نیچه میگه که این آدمای فعال که فکر میکنن دارن کار مهمی انجام میدن در واقع در عمق جانشون بتالت لانه کرده. و بعدش هم به شدت به استادای دانشگاه یا حالا افراد اینطوری حمله میکنه. میگه اینا در ذاتشون غیر مولدن و فقط میخوان معرفت رو تجزیه و تحلیل کنن، نه اینکه چیزی بسازن. این نقل به مضمون نظر نیچه است و خدای نکرده توهینی یا مسئله‌ای رو نداشته باشه برای کسی که داره این ویدیو رو میبینه و شغلش به این ترتیبه. اما از اون طرف میرسیم به تئودور آدورنو، فیلسوف مکتب فرانکفورت. اون توی اواخر دهه 60 میلادی مقاله مینویسه به اسم اوقات فراغت. آدورنو میگه که ما توی فرهنگی زندگی میکنیم که همه چیز، حتی اوقات فراغت، هم به کالا تبدیل شده. یعنی ما دیگه حتی نمیتونیم بی هدف باشیم. وقتی که آزادیم باید یه کاری بکنیم، یه جور سرگرمی داشته باشیم، یه چیزی تولید بکنیم. خیلیامون تو اوقات فراغت استرس میگیرن که ما کاری باید انجام بدیم، چرا کاری انجام نمیدیم. آدورنو میگه اوقات فراغت داره به تقلیدی مضحک از خودش تبدیل میشه. البته اون اعتراف میکنه که خودش خوش شانسه، چون کارش یعنی فلسفه و تدریس تو این تقابل سفت و سخت بین کار و اوقات فراغت قرار نمیگیره و همینجا نکته مهم ماجراست. اون میگه این یه امتیازه که اکثر مردم ندارنش. مقاله میگه کمدیای دهه 90 در واقع آزمایش‌های فکری بودن درباره آزادی. اون شخصیت‌های بیکاره داشتن نشون میدادن که وقت آزاد راستین اصلا یعنی چی.
حتی اگه در نهایت به یه نتیجه خاصی هم نرسن، اما اون لحظه‌ای که از قفس کار فرار میکنن رو به همون نشون میدن. بی هدفی به مثابه آرمان. نویسنده تو آخر مطلبش هم با لحن طنز به نیچه میگه که گمان نمی کنید وقتی از بتالت و آدم‌های عاطل و باطل سخن میگویم کنایه‌ام به شماست. یعنی ممکنه ما هممون توی این دام افتاده باشیم و فکر کنیم داریم کار مهمی انجام میدیم، در حالی که در واقع همون بتالت مکانیکی رو داریم تجربه میکنیم. برم سراغ مطلب دوم، بخش دوم، که چه کسی باید درباره نقش هوش مصنوعی در پزشکی تصمیم بگیره. این یه بحث داغ درباره هوش مصنوعی و پزشکی. مقاله رو شارلوت بلیز، فیلسوف و استاد اطلاعات سلامت، نوشته و منتشرش کرده. شارلوت با یه آمار تکان دهنده شروع میکنه و میگه که خطاهای پزشکی هر ساله صدها هزار نفر رو در دنیا میکشن. فقط توی آمریکا حدود 800,000 نفر سالانه بر اثر اشتباه تشخیصی میمیرن یا معلول دائمی میشن. یعنی یکی از دلایل اصلی مرگ و میر رو میشه اشتباهات پزشکی گذاشت. ولی وقتی پزشکا اشتباه میکنن همه میگیم خب اونا هم انسانن دیگه، اما شاید همین خودش مشکل باشه. بلیز میگه که پزشکا خودشون قربانی این سیستمن. نیمی از دکترای آمریکا میگن فرسوده شدن و خستگی بهشون غلبه کرده. توی انگلستان 40% میگن نمیتونن مراقبت کافی رو ارائه بدن و با اینکه جمعیت داره پیر میشه و بیماری‌های مزمن داره زیادتر میشه، انگار تا سال 2030 کمبود 10 میلیون کارمند بهداشتی رو خواهند داشت. حالا سوال اصلی اینه که با همه پیشرفت‌هایی که در بخش هوش مصنوعی اتفاق افتاده، آیا هوش مصنوعی میتونه کمک کنه یا حتی جای دکترها رو بگیره؟ بلیز میگه که مشکل اینه که ما معمولاً از خود پزشکا میپرسیم که آیا میشه جاشون رو گرفت یا نه. یعنی داریم از کسایی که منافعشون وابسته به پاسخه میپرسیم که آیا قابل جایگزینی هستن. این مثل اینه که از یه قاضی بخوای درباره پرونده خودش حکم بده مثلا، و خب طبیعیه دیگه نمیشه. بلیز خاطرات شخصیش رو هم تعریف میکنه. میگه برادرش 2 دهه با بیماری عضلانی زندگی کرده قبل از اینکه تشخیص درست بگیره. خواهر دوقلوش خوششانستر بوده و زودتر تشخیص داده شده. شریک زندگیش هم سالها علائم مشکل قلبیش نادیده گرفته شد تا اینکه سرطان معده‌اش کشف شد. برای اون اینا داستانهای شخصی نیستن، بلکه نشونه‌های یک واقعیت بزرگتر و گسترده تر. اون اینجا نکته جالبی که در واقع میگه رو تو این مقاله بهش اشاره میکنه، اینه که معمولاً پزشکا از اعتماد به نفس بیش از حد رنج میبرن. یه مطالعه میگه نشون داده که وقتی دکترها کاملا مطمئن بودن تا 40% اشتباه میکردن و هرچی تجربهشون بیشتر میشه کمتر از همکاراشون نظر میخوان، چون فکر میکنن دیگه همه چیز رو خودشون میدونن. بلیز تاریخ پزشکی رو هم مرور میکنه. میگه پزشکی همیشه در برابر نوآوری مقاومت کرده. بیهوشی، ضد عفونی، واکسن، حتی شستن دست، همه اینا اولش با مخالفت روبرو شدن. جراحا حتی با بیهوشی مخالفت کردن چون فکر میکردن مهارتشون در عمل سریع انجام دادن از بین میره و این در حالیه که بیمار از درد داره جون میده. یه نکته دیگه همین که پزشکا شدیداً از انحصار خودشون دفاع میکنن. توی آمریکا پرستارا و دستیارای پزشک میتونن 90% کاری که دکترای عمومی انجام میدن رو انجام بدن. مطالعات نشون میده که بیمارا از مراقبتشون راضی ترن، ولی انجمنهای پزشکی سالانه میلیون‌ها دلار خرج لابی میکنن تا اجازه ندن این افراد مستقل کار کنن. در نهایت بلیز تو این مطالعهش و این مقالهش میگه که سوال اصلی این نیست که آیا هوش مصنوعی میتونه جای دکترها رو بگیره یا نه. سوال اصلی اینه که آیا ما حاضریم از افسانه دکتر جایگزین ناپذیر دست برداریم و بپرسیم چه کسی یا چه چیزی میتونه بهترین مراقبت رو ارائه بده. اون میگه ما باید به تاریخ نگاه کنیم. خیلی از شغلایی که فکر میکردیم جایگزین ناپذیرن در نهایت جایگزین شدن. روحانیون، ناوبران، کارمندای بانک، پس چرا پزشکی استثنا باشه و جایگزین پذیر نباشه؟ البته که اون تاکید میکنه که هوش مصنوعی هم خطرات خودش رو داره
نابرابری، آسیب‌های جدید، از دست رفتن شغل‌ها، هزینه‌های زیست محیطی و خیلی چیزهای دیگه. ولی میگه نباید این خطرات رو بهانه کنیم که از پیشرفت جلوگیری به عمل بیاد. حرف نهاییش هم، حرف آخرش هم اینه که میگه ما نباید بذاریم فقط پزشکا درباره آینده پزشکی تصمیم بگیرن، باید دیدگاه‌های مختلف رو بشنویم، فلسفه، جامعه شناسی، روانشناسی و مهمتر از همه خود بیمارها. خب برم سراغ بخش سوم که خیلی مطلب جالبیه به نام شاهد قدرت زنان شاغل در افغانستان، که آخرین مطلبیه که توی این قسمت براتون تعریف میکنم. یکی از قدرتمندترین داستانهای شخصیه که اخیراً خوندم و خاطرات نجلا، یه نویسنده افغانستانیه با اسم مستعار البته و توسط نریمان اسد نریمان ترجمه شد. داستان از یه لحظه ساده شروع میشه. نجلا داره توی محلش قدم میزنه و یه پارک میبینه که با دیوار بتونی نرده‌های آهنی و سیم خاردار محصور شده. از داخل صدای خنده مردا و پسر بچه ها میاد، اما بیرون زنهای مختلف با سنین مختلف دارن روی جاده، در واقع جاده خاکی راه میرن، چون منع شده که وارد پارک بشن. نجلا دخترای مدرسه‌ای رو میبینه که خودکار و کتاب و اینا دستشونه و با جدیت دارن با هم صحبت میکنن. یاد خودش میفته اون خوش شانس بوده که مدرسه رفته، رشته دلخواهش رو خونده و شغلی که دوست داشته رو پیدا کرده. ولی این دخترها نمیتونن تحصیلات عالی داشته باشن یا شغل دلخواهشون رو انجام بدن و میگه که افغانستان داره همون دوران تاریخی رو تکرار میکنه که 30 سال پیش اون تجربه کرده بود. داستان برمیگرده به ژوئن 1992، دوران اوایل حکومت مجاهدین. نجلا داشت برای ضبط برنامه توی تلویزیون ملی افغانستان آماده میشد که مدیر جدید تلویزیون که وابسته به مجاهدین بود وارد میشه، اون رو میبینه و سریع نگاهش رو برمیگردونه و با انزجار چیزی زیر لب میگه. بعدش با تهیه کننده حرف میزنه و میره. وقتی نجلا میپرسه چه اتفاقی افتاده، تهیه کننده میگه که مدیر جدید با کار زنا مخالفه و با نگاه نکردن به نجلا خودش رو از گناه حفظ کرده. اون روز نجلا یه حس عجیب به خونه میبره با خودش. چطور میتونسته با آدمایی که اینطوری به زنا نگاه میکنن کار کنه؟ و نجلا هم شدیداً عصبانی میشه و استعفا میده. ولی مهم نبوده براش، چون خیلی زود بیشتر کارمندهای زن از تلویزیون اخراج میشن و گرفتار همین موضوع و همین ماجرا میشن. اون موقع هیچ کس فکر نمیکرد که 30 سال بعد وضعیت زنا تو افغانستان از این هم بدتر بشه. بعد از استعفا نجلا 2 سال توی فقر شدید زندگی کرد. یه روز یکی از دوستای قدیمیشون رو توی خیابون دید و وقتی دستش رو گذاشت روی بازوش جیغ کشید. انقدر لاغر شده بود که فقط یه استخون ازش باقی مونده بود و خوب تونسته بود با لباسها خودش رو بپوشونه که لاغریش دیده نشه. جنگ داخلی همه چیز رو اونجا از مردم گرفته بود. امنیت، آرامش، شغل، زیرساخت‌ها. و نجلا و خانواده‌اش مجبور بودن راه طولانی رو برای آوردن آب طی بکنن هر روز. در نهایت با همسایه‌ها جمع کردن پولی رو و یه چاه خوب حفر کردن و دولت که دیگه براشون کاری نمی‌کرد، پس خودشون مجبور بودن که یه کاری انجام بدن. نجلا خاطراتش از تدریس رو هم تعریف میکنه. اون بعد از حمله شوروی به عنوان معلم مدرسه ابتدایی مشغول شد. شاگرداش بچه‌های جنگ بودن. هر کدوم داستانی از ترس و وحشت داشتن. یکی از دانش آموزاش گلفخان عکس پدرش رو که خلبان بود و هواپیماش سقوط کرده بود دستش گرفته بود. وقتی یه هلیکوپتر از بالای سر مدرسه پرواز کرد، گلفخان با غم گفت اگه پدرم فلر نداشت دشمن نمیتونست هواپیماش رو بزنه. نجلا میگه که کار اون فقط تدریس نبوده، بلکه باید روحیه امید رو هم به شاگرداش میداده، در حالی که خودش گاهی مشکل داشته و داشته با امید دست و پنجه نرم میکرده. سربازای روسی با کلاههای فولادی و دستکش‌های پشمی ضخیم تو خیابون‌ها بودن، کلاشینکوف رو شونه‌شون و اونجا قدم می‌زدن. بچه‌های افغانی گاهی سنگ بهشون پرتاب می‌کردن، چون خانواده‌هاشون گفته بودن که اینها مهاجمن. جنگ بیرحمانه‌ای بود اون جنگ و هر روز هواپیماها و هلیکوپترها بر فراز کابل پرواز می‌کردن. نجلا هم نگران بود که اگه بیرون از خونه کشته بشه خانواده‌اش شرمنده میشن، چون زن نباید بیرون از خونه بمیره. خطر دیگه این که
کار کردن برای دولت یعنی هدف مجاهدین بودن. بعدتر نجلا به عنوان مدرس توی مؤسسه آموزشی مشغول میشه و بعد هم به رادیو و تلویزیون ملی افغانستان میره. توی اون دوران اون برنامه‌های ادبی اجرا میکرد و اخبار میخوند. ولی خب همه چیز خیلی سخت بود. خرید لباسهای رسمی و آرایش تو زمان جنگ خطرناک بود. بازارها هدف حملات راکتی زیادی بودند و مشکلات بسیار زیادی که خوندیم، دیدیم و شنیدیم. ساختمان رادیو و تلویزیون توسط سربازای روسی محافظت میشد. نجلا از اینا میترسید و سریع از کنارشون همیشه رد میشد. از طرف مجاهدین هم تهدید به مرگ میشد و این تهدیدها رو میگرفتیم. وقتی مجاهدین سال 1992 کنترل رو به دست گرفتن، درگیری‌های شدیدی بین گروه‌های مختلف شروع میشه. زمستون میشه و راکت‌ها پنجره‌های خونه‌های مردم رو میشکنن. 10 روز توی سرما اینا زندگی کردن. یه روزی که آفتاب تابید، نجلا و بچه‌هاش رفتن بالکن. پسر بچه‌ها داشتن توی زمین والیبال بازی میکردن و صدای شادیشون اومد. ولی یهو یه انفجار مهیب رخ داد. یه راکت خورد وسط زمین بازی بچه‌ها و بچه‌ها روی زمین افتادن و در خونه خودشون غلتیدن. در نهایت نجلا و خانواده‌اش تصمیم گرفتن که فرار کنن. پول قرض کردن و سعی کردن از کابل خارج شن. 2 بار سر چک پوینت های مجاهدین برگردونده شدن، ولی بار سوم موفق شدن و بالاخره رسیدن به پاکستان. توی پیشاور نجلا دوباره مشغول کار شد و برای یه رسانه شروع کرد به نوشتن. یه مجله ادبی تصویری درست کردن که داستان‌های هشدار دهنده برای افغان‌ها داشت. مثلا داستانی درباره یه پسر بچه که پاش رو گذاشته بود روی مین و پاش رو از دست داده. ولی زندگی تو پیشاور هم سخت بود. گرمای طاقت فرسا، مار، عقرب و حشرات بسیار موذی. نجلا 2 بار مار توی حیاط خونشون کشت، ولی داشتن غذا، آب و خدمات اولیه خوب بود. فقط انگار روحیه‌شون آروم نبود. شبا که دور هم جمع می‌شدن، یه موج غم عجیبی بهشون دست میداد. بعد از حملات 11 سپتامبر 2001 و سرنگونی طالبان، نجلا و خانواده‌اش برمیگردن به کابل. آپارتمانشون کامل ویران شده بود و هفته‌ها رو فرش می‌خوابیدن و زندگی زیبا وجود نداشت، اما داشتن اون رو تجربه می‌کردن. بچه‌ها رو به مدرسه فرستادن و خودش هم دوباره برگشت سر کار. انفجار و تیراندازی در کار نبود و سوال این بود آیا زندگی بهتر از این هم میشه؟ ولی یه شب انفجار مهیبی رخ میده. بمب توی یه نونوایی زنونه مقابل وزارت بهداشت گذاشته شده بود. نجلا فکر کرد شاید زود برگشتن، ولی راهی نداشتن. تو 2004 انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و همه امیدوار بودن، ولی فساد دولتی زیاد بود. با این حال وضعیت زن‌ها بهتر شده بود. دوباره میتونستن درس بخونن و کار کنن. مؤسسات آموزشی خصوصی، دانشگاه‌ها و زیرساخت‌های عمومی ساخته شدن. ولی جنگ هم شدیدتر شد. نجلا حالا اون موقع دیگه 4 تا بچه داشت. بین خانواده و کار یه تعادلی برقرار کرده بود. نمایشنامه رادیویی می‌نوشت که از زندگی واقعی الهام گرفتن و به همه سراسر کشور هم سفر می‌کرد. با زن‌ها و دخترها ملاقات می‌کرد، داستاناشون رو می‌شنید. خیلی از زن‌ها از فقر، خشونت خانگی، ازدواج‌های اجباری، مشکلات بهداشتی، مینها و جنگی که تمومی نداشت رنج می‌بردن و شکایت می‌کردن. سفراش خطرناک بود. یه بار توی منطقه سروبی، اگر اشتباه نگم اسمش رو، گله گوسفند روی مین رفت و 2 تا گوسفند کشته شدن و شانس آورد که زودتر به اونجا نرسیده بود. نجلا یه زن 20 ساله رو توی منطقه شکردره ملاقات میکنه که مجبور شده بود با پسرعموش ازدواج کنه. اون گفت از بچگی با هم بودن و اون رو مثل برادرش میدونه. سعی کرده بود خودکشی کنه، ولی نجاتش داده بودن. حالا حامله بود و هنوز با پدرش حرف نمیزد. نمایشنامه‌های نجلا سعی می‌کردن که به زن‌ها کمک کنن تا به چالشاشون غلبه کنن. اون مشاوره میداد با در واقع روانشناسا و جامعه شناسا و اونها رو در واقع باشون به اشتراک می‌ذاشت. وقتی به زندگیش نگاه میکنه، نجلا احساس شادی عمیقی میکنه. همیشه میگه و سالهایی که آزادی داشته وقتش رو صرف آموزش زن‌ها و حمایت ازشون کرده. اگر نمایشنامه‌هاش به حتی چند تا دختر افغان شجاعت داده که به ازدواجی که نکردن اعتراض کنن، این یه دستاورد بزرگ براش به حساب میاد.
اما اوت 2021 دوباره طالبان کنترل کابل رو به دست میگیرن. انگار ساعت برمیگرده عقب. 2 دختر کوچولوتر نجلا امتحانات میان ترمشون رو دادن و به جای نیم ساعت 5 ساعت طول کشید تا برسن خونه. مدت کوتاهی بعد مدارس دخترانه کامل بسته میشه و تا امروز باز نشد. دخترای نجلا از دادن آزمون ورودی دانشگاه منع شدن. تو دسامبر 2022 طالبان عملاً زنها رو از کار محروم میکنن، منع میکنن. نجلا به صورت مخفیانه از خونه کار میکرد ولی برق نداشت، کامپیوتر نداشت. شبا ساعت 11-12 که برق میومد آب سرد به صورتش میزد تا بیدار بمونه و کارش رو بتونه انجام بده. 4 سال از بازگشت طالبان گذشته. دخترها از تحصیل منع شدن. حموم‌های زنانه بسته شدن. زنان نمیتونن بدون محرم سفر کنن، نمیتونن وارد پارک بشن، نمیتونن گواهی نامه بگیرن. کارشون فقط محدود به بهداشت و آموزش ابتداییه و باید کل بدنشون رو هم بپوشونن. انگار نجلا خوش شانس بوده که تونسته تحصیلاتش رو کامل کنه و یه زندگی حرفه‌ای طولانی داشته باشه، ولی نگران دختراش و دخترای کشورشه. میترسه برای آینده این کشور اتفاقهای بدی بیفته، ولی همچنان امیدواره. وقتی تو خیابونای کابل قدم میزنه دخترای زیادی رو میبینه که حجاب سیاه دارن و کوله پشتی پر از کتاب. اینا مصممن که به هر شکلی که شده سواد یاد بگیرن و تحصیل کنن. وقتی جدیتشون و اعتماد به نفسشون رو میبینه ازشون الهام میگیره. تصور میکنه که یه افغانستان توسعه یافته، مرفه و خودکفا که زیر رهبری این زنها ساخته میشه در آینده نه چندان دور واقعیت پیدا میکنه. امروز 3 مطلب براتون تعریف کردم، 3 مطلب مختلف از فیلسوفایی مثل نیچه و آدورنو. بهتون گفتم که شاید کار اونقدر که فکر میکنیم مقدس نیست و شاید بیکاری و بی‌هدفی لزوما بد نباشه. از هوش مصنوعی گفتم براتون و ماجرای جایگزینی شدن یا نشدن پزشکا و یک داستان شخصی واقعی از نجلا در افغانستان که درباره آزادی و حق تحصیل و ماجراهای مربوط به زنها در افغانستان بود. یک مبارزه روزانه که حاضرن برای اون هر خطری رو به جون بخرن. این محتوای جدید پادکست روزخوان، سعی میکنم همونطور که اولش هم گفتم در هر 1-2 روز یک بار خلاصه چند مطلبی که میخونم میبینم رو براتون تعریف بکنم و شاید پنجره‌ای باشه برای بهتر زندگی کردن در دوره‌ای که واقعاً امید چیز مهم و جدیه. مراقب خودتون باشید.